سرسبز و خورم گردانیدن محیط زیست یکی از عمل‌هایی است که همین حالا مردم کشور با آن بیش از هر وقت مشغول می‌باشند. سبزکاری و خورمگردانی‌های طبیعت به کار دائمی کارمندان تمام کارخانه و مؤسسه، جماعت و دهات و شعبه حفظ محیط زیست شهر حصار تبدیل یافته است. در همین بستگی این نوبت نیز همه کارمندان و مردم جماعت دهات از صبح بروقت در کوچه و خیابان‌ها و راهرو و نزد مؤسسه‌ها، از درآمدگاه شهر تا قلعه حصار نیال‌ها و گل‌های رنگارنگ شنوده همه گید و اطراف را از پرتاب تازه نمودند و با این اقدام کوشش می‌نمایند بهر سرسبزی شهر حصار سهم ارزنده خویش را گذارند. در حدود جماعت‌های شهر حصار از جانب مؤسسه‌های تعلیمی میانه رقم یک آموزگاری شهر حصار و مرکزهای سلامتی شهر حصار علاوه خصوص از حساب شهروندان جماعت‌های شهر حصار در حدود جماعت شهر حصار عکس‌های تازگی محل و تازگی ساحل در حدود کانال حصار و علاوه خصوص در جماعت‌های دهاتی حصار، جماعت دهاتی نوآباد، جماعت دهاتی میرزا و جماعت الماسی و جماعت دهاتی بنام میرزا ترسونزاده گذرانیده شد. همچنین در این روز ساکنان توانستند که گلگشت‌های شفت شاهراهی دوشنبه ترسونزاده را نیز از علف‌های بیگانه تازه نمایند. با گفت دستاندرکاران از جانب شخصان مسئول گل‌های شفت راه مذکور همروزه نگاهبین کرده می‌شود. همین خیلی شنبگی‌ها در حدود شهر حصار دائما گذرانیده می‌شود که عاید بهداشت محیط زیست این یک دستگیری از جانب شهروندان شهر حصار میباشد. در حقیقت امروز حصار با موضع‌های تاریخی و جای‌های تماشاباب معرفی‌گری تاجیکان در جهان به شمار می‌رود، چون که همروزه به این ملک زیبا منظر سیاحان خارجی تشریف می‌آورند و با فرهنگ و مدنیت تاجیکان آشنا می‌شوند. به همین خاطر نه تنها اطراف شهر بلکه همه جای آن باید تازه و آراسته باشد. آباد و زیبا گشتن شهر حصار و همه جماعت‌های آن از تلاش‌های ساکنان درک می‌دهد.